سلام چطور؟ خوش اومد به یه ویدیو دیگه به چنل خودتون. ایدئال لجند هستم و خوش اومد با یه ویدیو کشتی 2023 دیگه. آداشم شنتیا. بچه‌ها امروز اومدیم یاد بدیم که چجوری بتونیم هر چیزی که دلمون میخواد بسازیم. اینجا که یه دونه منو اول یه دونه آریک می‌ذاریم میاد توی بعد از دومیه کرییشن اسمش. اینجا میگه چند چیز اومده براتون. 10 تا حدوداً چیزه. اینجا که میایم رو اولیه یه دونه زبدر که می‌ذاری خودتو بساز. اینجوری اصلا میتونی هر کاری کنی. میتونی اینجا میاد یه دونه زبدر که روی نیو کاستوم سوپر استار، یعنی سوپر استار جدید که میتونی بسازید بزنید. یعنی بخواید یه سوپر استار جدید بسازید بعد اولیه رو بزنید. اگه بخواید مثلا رومن ریز رو مثلا تغییرش بدید، مثلا براش کلاه بذارید، لباس بپوشید درش، بیاید رو اولیه. اینجا که میاید ببینید چی میشه روی دومیه. اینجا کشتیگیرا میاد. مثلا من میخوام بیام رو در میان پریست. اینجوری مثلا میتونم مثلا برای خودم مثلا درستش کنم، مثلا لختش کنم. اینجوری نگاه کاستم سوپر استار میتونید برای خودتون بسازید. حالا سوپر استار برو منو بساز. و حالا اینجوری آرنا که میبینید اینجا دیگه مثلا رسلامنیا یا مثلا شو اسمکدان اینایی که داره، اینجا میتونید از اونا خودتون به طرحی که خودتون دوست دارید مپ خودتون بسازید یه جورایی. اینجا اینترنس هم ویکتوریه. اینترنس یعنی کسی بخوای بیای تو و ویکتوری یعنی وقتی که میبریه. اینا رو میتونید بیاید مثلا رندی اورتون رو تغییر بدید برای خودتون. شو قسمت شو اینجاست که مثلا دیدید را اسمکدان NXT WCW همه اینا رو میتونید مثلا ای لیله. خب مثلا میتونید یه شو خودتون برای خودتون بسازید با طرح خودتون. این کاستوم مچ هم که بهتون توضیح داده بودم قبلا تو ویدیوی قبلی. این مووست رو میبینید اینجا میتونید حرکت های کشتیگیرا رو تغییر بدید. وقتی که میاد بالا برو رندی جفت شارکی بذار یه بار ببینم بچه‌ها. جفت شارکی اینجا میبینید که براتون بازیکن رو میاد. بذار دیگه. بله حالا میایم اینجا میتونید حرکتاشو هر چی دوست دارید. میتونید برای ایجی اسپیر بزنید. اینجا میتونید قهرمانی بسازید یا مربع بسازید یا قهرمانیایی که تو بازی هستن رو تصویر یا قهرمانی بسازید. الان منو دیلیا قهرمانی ساختیم 3-4. ها برو اونایی که ساختیم اونایی که ساختیم ببینید. میاد خودتون بچه طراحی میکنید. حالا این دوتا که من اینو ساختم. من اینو ساختم، شنتیا اینو ساخته، بعد اینو ساخته، بعد من اینو ساختم. هرچی بخواید میتونید بسازید. حالا بچه اگه خواستید کامنت بذارید که مثلا این کمربندهای جدیدی که ساختید یاد بدید. کامنت بذارید بگید مثلا کمربندی که جدید اومده رو بسازید. تو این فقط تو 2024 نمیشه، تو 2023 میشه. بچه این چی میاد اینجا زبدر که بزنید میتونید طرح بسازید. یعنی ناگهان اینجا که میاد مثلا من میام اینجا مثلا اینو میزنم. الان مثلا گروهمون مثلا این یه طرح ساختم برای مثال، یا مثلا هر چی میتونید خودتون بر خودتون. این مثلا اگه بخواید چیز بسازید، اگه بخواید چی بود اسمش به روایت بسازید میتونید بیاید مثلا دندوناشو که خود بازی نداره مثلا بیاید اینجا یه دندونی داره. حالا اگه خواستید بازم بگید من میتونم براتون روایت هم بسازم. حالا باشه اگه خواستید میتونید بگید تو کامنت ها بسازید. حالا اینجا MITB اینجا میدونید چی همه مارین بانک که هستن پول. اینجا میتونید برای خودتون پولتون رو بسازید. یعنی مثلا اینجا یه طلایی من دوست دارم طلایی باشه. مثلا هر کاری دلت بخواد میتونی بکنید. اصلا برو روش شکل بزن. برو رندی اورتو رو بنداز روش. اینا برو رندی اورتو رو بنداز روش اگه خواستی. هر چی داره دیگه، حالا زیادتر پایین نرو. و آخرین ویدیو بعضی مثلا بیاد خب چجوری آقا من میخوام بیاد یارو مثلا پرومو برام بذاره، یعنی بیاد حرف بزنه. بیایم اینجا که بخواید بیاید اینجا میتونید بیاید هر دیگه نیاید هر کاری بکنید. مثلا دسیجا مثلا هر کاری میتونید بکنید. سوپر استار مثلا اینجا بیاد مثلا راکلزر اینجا رو بزن. هر کاری دارید خاص مثلا اینجا میتونید. اوکی داون. بچه‌ها ویدیو تموم شد. لایک کامنت فراموش نشه. خدافظ.